بچه‌ها به کانال توسین خوش اومدین. من ساناز و همراه برادرم سهیل قصد داریم امروز یه دستوری تیرامیسو خوشمزه به شیوه خودمون رو بهتون یاد بدیم. آره دیگه چیزی رو میگه و راست میگه. هر چی گفت راست. خب چیزی میخوای بگی؟ بچه راستی واسهتون کامنت آوردم که بتونید تو کامنت ها بزنید که دستور بعدی چی باشه، هر چی باشه ما یاد میدیم. والا نه هر چی، ولی چیزایی که حالا چیز ارزون دیگه خلاصه. خب این برای معرفی مواد اولیه‌اش که این مواد اولیه که من دارم بهتون معرفی میکنم برای یه ظرف پیرکس انقدری جوابگوه دیگه. خب میخوای تو معرفی کنی مواد اولیه‌شو؟ مواد اولیه رو بچه‌ها بهتون میگم، دو تا از این پتیبارای شیرین عسل برند که اسپانسر این برنامه برند شیرین عسله که واسه پتیبارا رو مهیا کرده. پتیبارای شیرین عسل اینا قیمتش هم خیلی مناسب‌تره، وزنش هم حدوداً نداده، تعدادشو بچه‌ها زده، تعدادشو زده. این کوچیک‌تراش کجا زده بود تعدادشو بچه‌ها؟ اینا 20 تاییه، اینا اینجا 20 تاییشو زده، اینجا بچه‌ها اینجا تعدادشو زده که اینا تعداد 20 تایی کوچیک‌تر هستن. برای کار ما اینا بهتره. دو تا وانیلی، دو تا کاکائویی. آره مثلا من به خاطر تنوع یه دونه‌شو شیری گرفتم، یکیشو وانیلی، دو تاشم کاکائویی. چرا یکیش دو تا شیری باشه؟ چون نه خواستم مثلا مزه‌اش خوش متفاوت بشه. آره کاکائویی نباید یه چیزی دیگه باشه. یعنی چی یه چیزی هیچی بابا، بچه‌ها خودتون تو میدونید. بچه‌ها فهمیدید تو کامنت‌ها بنویسید. خب نفر اول جایزه میدیم. اگه درست حتما مثلا سوالتو نفهمیدم بعد بچه‌ها خودشون میفهمن. وانیل داریم ما، اینو ریختیم تو این ظرفه ولی توش واقعا وانیل. خب نمیخواد دیگه نشون بدی خودشون بچه‌ها وانیل توش واقعا خدایی وانیله ولی تو این ظرفه نمیدم. با این مقدار زیادتر بخواید بریزین. موز داریم دو تا دونه، پوستاشو سانس کند که دیگه راحت شه. گردو 1 کیلو تقریبا، 1 کیلو گردوه. گردو هر چقدر داشتی؟ کره چقدر؟ 1 کیلو. کره مثلا چقدر بگم؟ این مثلا یه بارش انقدری کافیه. نمیدونم چجوری بگم. انقدر چقدر اندازه دستت نشون. نمیدونم بچه‌ها خودتون ببینید. انقدر چقدر به این میزان ما کره نیاز داریم. بعد یه جوری بهتون کمک کنید که درست کنید. حالا هر چقدر که دوست داشتین. هر چقدر دوست داشتید عشقی نیست. شکر هر چقدر بیشتر بهتره. نه شکر مثلا شکر 3 قاشق غذاخوری کافی مونه برای اون کرم وسط تیرامیسومون. این چیه؟ آرد سفیده. اینم تقریبا چی 1 کیلو. 3 قاشق غذاخوری. نشاسته گلم. اینا بچه اصلا میبینید؟ چون اصلا دیگه اینا ببینید دیگه میز زنید. نشاسته گلم 3 قاشق غذاخوری. شکر که دیدن نداره، همه داریم. خب بچه‌ها اینا مواد اولیه هم بودن. بچه‌ها شیر الان واسهتون میارم. به یه دقیقه صبر کنید. شیر دیگه نمیخواد بیاری، بعد به بچه‌ها میگیم کافی. خب یا اون چیه؟ بچه‌ها شیرم 1 لیوان. دیگه دیدن نداره. 1 لیوان آب جوش هم که میگه میخواد نمیدونم ترامیسو رو بزنید تو آب جوش. ترامیسول هم نه تیرامیسو. سو. خلاصه این آب جوش نشتی داره. نگیر که تاریخ میفته. من اینا ببرم تا. نه بذار باشه بچه‌ها. ما اینجا شما رو نگه می‌داریم میریم سر گاز. خب بچه‌ها اومدیم که مراحل درست کردن کرم وسط اون تیرامیسو رو بایدتون با هم دیگه انجام بدیم. خب تو مرحله اول من کره رو اضافه میکنم. میذاریم کرمون خوب آب بشه. بچه‌ها مرحله اول پس کره رو میذاریم که آب بشه. بچه‌ها تو مرحله من برای اینکه به حرارت نیفته من توی مرحله خودم اینجوری کار میکنم. اینو از روی حرارت بر میدارم، آردم رو بهش اضافه میکنم، یکم تفت میدم. تفت که نه، منظورم اینه که با هم دیگه مخلوط میکنم که گلوله نشه. من الان ببینید از روی حرارت برش داشتم.
به خاطر اینکه رو حرارت انقدر زود این گلوله میشه که خراب میشه کارمون. نشاسته گلمون هم اضافه میکنیم. خب توی مرحله بچه من یادم رفت باید بهش آب اضافه کنیم که این نشاسته گل توش حل بشه. 2 تا از این کاسه ها من اضافه میکنم، اینا رو با هم حل میکنم که این نشاسته کاملا توی مواد حل بشه، چون نشاسته گل به حساب آب احتیاج داره برای حل شدن. فعلا هنوز روی حرارت من نذاشتمش. خب توی مرحله میذارمش روی گاز. حالا توی مرحله من شکرم اضافه میکنم که همزمان با هم اینا تا اینا به جوش میاد. من شیر رو لازم دارم توی مرحله. این بچه‌ها کاملا سفت و غلیظ بشه، مثل یک کرم که قرار وسط تیرامیسون قرار بگیره. این هم بچه‌ها از این وانیله بهش میزنم. که اون طعم آردو ازش بگیره. توی مرحله تون بهش بزنیم. خب برای اینکه خوشمزه بشه خودشون من آب ریختم دیگه. یک مقداری از این شیرم بهش اضافه میکنم که خب مقدارش دست خودتونه. اینو هم میزنم که این مزه اون شیره هم بگیره. اصولا من خامم میزنم ولی میتونیم هم نزنیم. این دفعه میخوام فقط با شیر درستش کنم. بچه نگاه کنید الان داره به اون غلظتی که من میخوام میرسه، یعنی یک کرم خامه‌ای خوشمزه لذیذ. فقط مثلا میتونید توی مرحله شیرینیشو بچشید، اگرم کم شیرین بود شکر بهش اضافه کنین. حالا اگرم که شکرش اندازه بود که هیچ. خب بچه این مرحله دیگه آماده شده کرممون. ببینید به این غلظت میرسه، به این غلظت دیگه ما زیرشو خاموش میکنیم، میذاریم سرد بشه تا بریم مرحله بعدیشو با هم دیگه انجام بدیم همراه سهیل. ما اومدیم برگشتیم، یعنی کرمو که با هم دیگه درست کردیم، مرحله‌اش هم دیدیم. حالا میخوایم بریم دنبال ادامه ماجرا. راست میگه. بعد الان بریم سراغ ادامه ماجرا. کامنت فراموش نشه تو این مدت. خب میخوام اینجا از سوی خیلی کمک بگیرم، میخوام به کارش بگیرم که یه ذره تلاش کنه دیگه. همه مراحلش رو من انجام دادم. خب بچه بیسکویت های پوتیبورمون رو باز کردیم، گذاشتیم اینجا. اینم اون کرم خامه‌ای است که با هم دیگه آمادش کردیم. ببینید یه همچین غلظتی پیدا کرده به عنوان کرم وسط تیرامیسون. خب تیرامیسوله یا اون؟ اون اوله آخرش یا اون؟ تیرامیسو سوه؟ نه نداره. خب بریم بقیه ویدیو. خب بچه توی مرحله خب ظرف پیرکسمون رو که گذاشتیم، دونه دونه ما مرحله یک، من چون با نسکافه هم تست کردم، با آب جوش هم تست کردم، تقریبا مزه هاش زیاد فرقی نداشت، بخاطر با آب جوش انجام میدیم که ساده تره. خب یه دونه‌شو من انجام میدم که تو یاد بگیر، بعد بقیه ها رو تو انجام بده. یه دونه رو این آب جوش نیست، یه مقدار آب سردم بهش اضافه کردیم که بیسکویت نره. بچه‌ها اینو به این صورت این شکلی میچینید تو ظرفتون. خب میخوای تو هم شروع کن؟ وایستا من کامل نزدی ها. بعد چند دقیقه تو آب بمونه؟ سریع فقط این کاکائویا رو باید بزنم. فعلا ردیف اول کاکائویا رو میزنیم، بعدش من کلای یعنی اوکیه؟ آره بزن. این وری باید بزنید بچه‌ها بسنت. حالا بستی که ظرفتون داره دیگه. نه بستی که از اون نظر مهم نیست. خب بذار یه دونه‌ش من خب تو هم انجام بده که زودتر جلو بره. واقعا اینو می‌دیم. من دارم به زبون خودتون. خب بیسکویت فقط بعضیشون شکسته است. شکسته رو می‌ذاریم واسه لایه وسط. لایه اول رو از اون بیسکویت سالممون استفاده بچه‌ها واسه این درسام به دور بذار یه دونه کاملش کنیم. اینجوری داریم می‌ریم ردیف اینجوری کامل کنیم. خب بیا برو شما. اینا که شکسته رو می‌دیم ساناز می‌خوره. نه می‌ذاری لایه وسط ازش استفاده می‌کنی. وای غرق شد.
سریعتر انجام بده، نباید این بچه زیاد اگه قرد آب شد بمونه. همونو بخورید چون دیگه نمیشه کاریش کرد. بچه زیادم آبتون جوش نباشه چون بیا لای آخر بیار. با این سرعتی که ما پیش میریم الان ساعت 12 شب تموم. شکست اینجور نگاه کنیم مواقع چی شد. میخوریم. که نه چی میخوریم، بذار همونجا یه جوری. بچه‌ها ببینید تو خراب خدا کاری تو. میگه خب. که ماسمانی بلد نیست. الان بچه‌ها. اینو خدا که ببینید شکست بیا. همجوری قالب من. بچه‌ها مرحله بعدی ما میایم چیکار می‌کنیم؟ از این کرممون روی سطح این میریزیم. چقدر شیک صحبت رو سطح. چی بگم؟ روی واسه قبل از که بذار- بچه‌ها ببینن. بابا خب میبینم، بذار بچه‌ها کاملش ببینید. کنم. اینجوری نیست. بذار کاملش که کاملش دیگه کنم. نمی‌فهمن چی داریم. بابا دیگه اینقدر چیز کاملش سختی متوجه نیستش، نمی‌شن. بچه‌ها کاملا متوجه میشن. بچه‌ها اینو روی سطحش میریزیم. حالا یه جوری خودتون ساماندهی کنید که این به همه لایه هامون برسه. مثل لازانیاست تقریبا درست کردنش. اگه لازانیا درست کرده باشین این اگه هم شکلی. درست نکردید که خب دوم. تو یه مقدار گردو بریز، یه مقدار موز. گردو چقدر؟ بپاش، یه مقدار گردو بپاش دیگه. بچه هرچی بیشتر بهتر. دستتون نلرزه ها کن کلا بریزید یو. اشتباه میکنه باید کم کم بریزید خیلی دیگه. چند لایه هست اینو به من بسه بگو. دیگه بسه. چند بعدش لایه هم هست؟ درست بریز. اونجاها رو چرا چند یه جایی لایه رو هست؟ میریزی چرا یه جایی رو نمیریزی. چند لایه هست اینو به من بگو. نمیدونم تقریبا نشمردم اوکیه بیسکویتمو. دیگه. یه مقدارم روش چیز بریز بیا. گردو ببینید عقل دسته عقل ببین الان گردو رو همش رو توی لایه اول تقریبا تموم شد. چطور بچه تو کامنت ها زکو وای، کامنت وسط ها کار خدا دوباره شاهده آب من یخ چقدر گردو میزنه. نیستم دوباره آب یخ از این میزنه کمتر آدم جوش نمیشد بیارم. کمتر نمیشد بابا چه مرحله سخت یه ذره پخش کنش موزه رو. چه جوری آخه موضوع چسبیده به هم بچه ها موضوع رو چسبیده به هم میگه اینا پخش کن. خب بچه اینو چند تا دونه موضوع به نظر من اونا رو که به هم چسبیده رو از هم یه فاصله بده. حتما اونا رو فاصله بده. خب دیگه بچه دیگه بهتر از این نمیتونه دیگه تواناییش همینقدر. توانایی کم بسه دیگه بسه. هسته چه اصلا موز نریختم که چرا چیز میکنه زر میزنه بچه اصلا نریختم من چقدر من باید بریزم آخه اون گوشه ها فقط میگه بریز بس دیگه میخوام خیلی لایه داره نگاه کن چقدر بیسکویت داریم الان موزمون تموم میشه. اب نداره موز توی احساس زیاد داره بچه ها کم اومد پول برای تیمیز میخرید خب هرچی کم اومد چون اصلا به پول حرفش که هست. توجه نکنیم. میریم لایه بعدی رو شروع میکنیم لایه بعدی با بیسکویت رنگ عوض رنگ داره. دیگه میزنیم. خب بدو چرا بگذاریم. نکتت دلیلش چیه؟ برای اینکه وقتی برشش میزنیم این لایه هاش رنگش متفاوت بشه خوشگل تر میشه. اگه مثلا خوشگل نشه هیچ چه اتفاقی تو مزهش چه نمیفته. تاثیر هیچ تأثیری تو مزهش رچه نمیذاره. میکنم بس نکنید خودتون بس. دیوونه میشید کم بیا. کم بیسکویت افتاد؟ بیسکویتو شیکون بذار من نشون بدم نه نمیخواد نشون بذار بدیم. بچه‌ها ببینم مراحل رو بیسکویتو شیکون همین رو قالب کرد خب این یه برای هر این چیز رو مرحله. پایین. خب دوباره مرحله بعدی من این بیا تو این دفعه اینو بریزم من گردوش. بچه‌ها ببینید چجوری شده فردا زیبا نشون بدم این شکلی شد حالا یکم از این می‌ریزیم خب چجوری باید ببین بچه‌ها با ما یه ذره معذبیم اینجا بریز یه ذره اونجا پخش کن. چرا باید بریزم من نمیدونم همجوری میگه فقط بریز بریز دیگه الان خوبه بس حالا یه ذره پخش کن ببینیم چقدر کمه کسریشو بفهمیم. از اینا نداره بزنیم گوشه یه چیز بفرمایید شما. نه بفرمایید شام چیه نه گوشه اوه، لبه چی نداره بود صداش در میومد میزد به گوشه دیگه. باشه همه برای این لایه استفاده که بده من خیلی هم تا بیسکویت نداریم اونقدر چرا خیلی داریم یه اول دو سه تا برای لایه دیگه داریم. دو تاش میکنیم اگه بده نه بسته. مثل اینجا میطلبه چون من تاعت ندارم. خب الان این خوبه بچه این نه بابا پخشش کن چرا اینجوری اه کردی؟ میگه آخه پخش. بسته ما نه، گفتم ببین بسه، خود بچه ریختی. کامنت که میدونید چیه خودتون گفتم بزنید. بس ریختی ولی پخش که دیگه بکنی. الان هیچش این گوشاش نداره. چسبه مگه با همه جا پخش آره بابا بعد این لایه بالایی به این بچسبه. آره برای من اینکه- تا الان نمیدونستم آخه بعد گفت نریز ما رو میذاره تو آنپاز من نه تو ببین خراب شد تقصیر توه. خب اینجا رو خودم انجام بدم خیلی خود زودتر انجام به- بده من شاهد این قضیه ام ببینید واسه قبلش بذار من اینا رو بریزم بعد از واسه شاهدون. نه واسه اینجوری پخش بشه وسط من نمیدونم کار خودتون من. متوجه شید چجوری خودشون میدونن چیکار باید من بکنن. تو فقط نمیخواد ای می‌بینم، اونا توضیح نمی‌بینن. بدی. چرا میدونن بچه موضوع بریزی روش پخش کنید دیگه حالا هر جوری که دوست داشتین. خب
اینم از موزامون خیلی هم موز نداره. 2 کیلو موزه بچه‌ها دیگه. اگه کم اومد سر کوچه می‌خرید می‌خرید. خب بریم برای گردوی یا خدا چه دیگه یه عالم گردوی مثلا اینا رو نشون بده. آی سوتیو رو نیست. نه دیگه سوتیو پوشوندم دیگه نمیشه نشون بدی بقیه جا رو هم ریختم. خب بریم مرحله بعدی. ببینید اینجا تا الان اینجوری شده. نمیدونم معلوم میشه نمیشه. مرحله بعدی اشکال نداره. رنگش عوض میشه. رنگش میریم رو کار قهوه. حتما باید بدو، مشکی بدو. باشن. آره کاکائویی. چرا نمیتونی مثلا اینا رو متفاوت اصلا بزنی؟ کاکائویی. کاکائویی کاکائویی این کاکائویی درسته یا کاکائویی یا کاکا خیلی سخته گفتنش. خب ببین باشه نه باید ببینم بچه‌ها نمی‌بینن. همونه همه خب مرحله‌ش بذار همونه. مرحله بعدی منم. نه تو نمیخواد بریزی تو خیلی نه. ریخ بچه ها زمین ریخ کسی ببین. پاری شد خودش میگه بلد نیست. سفره آخه اینقدر که آدم سفره رو به باد داد. رو میزیمون رو خراب کردیم. بذار تو محله که داریم سیمه یه نشون بدم. بابا تو تا بری قاشق رو بیاری بیا. توی محله به این محله. و مامانم در اینجا شاهده که ما داریم چیکار میکنیم. شاهد از غیب رسید. خب میخوام موزش تو بزن خیلی دوست داری بیا. گردو من بزن. گردوشو تو بزن. اول باید تقسیم گردو رو موز بزنیم یا خیلی- موز یا خیلی فرق تقسیم نمی‌کنه. موزه ایراد داره به نظر من همین گردو. کاکائویی. این دیگه بچه بیشتر از این دایه بیاد دیگه جا نمیشه. چرا جا میشه مثل بچه لازانی هست دیگه همینجوری لازانی هم نمیزن دیگه. گوشتم شدی سایه انقدر خوبه بس یا باز؟ آره نه خوبم خب بریم یه ذره سرعت بدیم بهش بیا بودو. همش هم که دستاتون رو باید بشورید چون کسافت کاری هست. خب وزارت بهداشت الان دعایی گیرید تو ویدیوهاتون اصول بهداشتی رعایت نمیشه یکی درمون میزن. بچه‌ها اگه خیلی از آشپزی ما خوشتون اومد خیلی بهتون خوش گذشت بگید دور براتون چیزای دیگه هم درست کنیم. خب ببین این اینجوری آخر سر اینو میندازن خب چیکار کنم؟ من خدا میبینن میدونن چجوریه هی نمیخوام نشون بدم. رو یعنی کم بچه اصلا کم زاویه دوربین داره اینجوری هست این معلوم نیست خودش رو میبینه. من به فکر شما من خودم به سختی خودخواه دارم بچه ها من میخوام شما هم ببینید. من به سختی دارم ببین انقدر که کرم ریختی دیگه ببین الان کرم برای مرحله آخر کم اومد کم بیاد سر میبینه. چی درست میکنی؟ این چقدر سخته کم کم داره چیه داستان سخت این میشه. کرمه؟ بعد مثل چسب به چسبم بعد مثل کیک دیگه توش کرم داره خامه داره منظورمه نه یعنی مثلا اگه پر کرم نشه زیاد مهم نیستن پر فقط کرم بعدتون نه مثلا آره فقط اینو برم بچسبونه خب مثل چسب رازی اینجوری زیاد نمیست من موزار خودم بریزم تو خیلی دیگه خود بریز تو من دارم خوب یعنی میگه لایه پایین یکم کمتر باید آره دیگه انقدر ریختی الان کرم کم آوردیم در لایه من های خیلی بیسکویتی زیاد بود رفتیم اومدن. بیسکویتشو هم میتونیم همه رو نریزیم آره بکنم بیسکویت هم زیاد اینقدری ارتباط زیاد شده ارتفاعش زیاد بشه خوب میشه دیگه نه مثل میگم کیک یعنی میشه اون موادی که درست کرده مثل 3 لایه بود اه آره بابا من اینقدر نمی‌خوام. بچه ها اینم مثلا پخشش کنیم دیگه موزمون هم تموم شد دیگه به لایه بعدی نمیرسیم هیچی بچه های درددلی کردن با بچه باشون متوجه شد بچه ها موزه که فعلا تموم شد بریم تو لایه آخرم بریم گردو رو میگی؟ آره گردو رفتم بریم لایه آخر بریم فکر نمی کنم الان بعد این جواب مشکی بده. باشه درسته؟ مشکی آره خب اگه مشکی حالا دیدی کم اومد میتونی رنگ دیگه هم بذاری مشکی که اون در- رنگی هم داره این اصلا مشکی نیست مثلا هم پسته من اتفاقا می‌خواستم همین الان بگم خواستم یه رنگش مشکی نیست قهوه‌ایه بیا مهم اینه که با فوق لیسانس معماری داخلی آره به این رنگ میگه مشکی کور رنگی بله نه چجوری کنکور قبول شدی تو واقعا خواستم آبروت حفظ شه گفتم آره مشکیه خب
مال آخره دیگه، فکر نمی‌کنم خمیر این آره بابا اصلا که هیچی اصلا دیگه نمیرسه. از موز که اصلا دیگه نیست. چجوری حساب نمیرسه. کردیم؟ اون موز کی درست یه کرد؟ دونه اضافه باز کرد. میخوریم اون همچون کار کنیم. حالا اونو برای دسر بعد استفاده کنیم. باشه دسر دیگه بزنیم. تا دلتون بخواد با این بیسکویت پوتیبورا دسر تو اینترنت هست که بخوایم درست کنین. اینم حالا یه نوع تیرامیسوه ولی مثلا مدل‌های دیگه‌ش هم هست که حالا این خب با اصلش یکم متفاوته، ما یه ذره تغییرات ترامیسوله. ترامیسوی. که همه رو بریزیدن. یه دقیقه من این تهش هم در میاریم تا اینجا اینجوری شده من نشون بدم. این کرمی که ما درست کردیم برای توی شیرینی دانمارکی هم کاربرد خوبی داره به نظرم. جواب میدید. خب چقدر واقعا اول دیدنی در نمیاد. بیا بابا بیا. خب بیا با این در بیا اینو من تایی ما جا خیلی من نبود اینجا کم اومد باید این است. توی مرحله ما دیگه لازم نیست گردو بریزیم، میتونیم هم گردو بریزیم ولی من ترجیح میدم حالا یه مقدارم بریزه بچه اینا رو یه ذره از این پودر گردوه میریزم. دیگه موز نمیخواد. نه دیگه موز نمیخواد. پودر کاکائومون هم بیا بریزیم. اینجا پودر کاکائو برند کافی تبلیغ نیست اسپانسر. برند نیست کافی که بده من. نمی‌دونم. از برند کافی گرفتیم اسپانسر برنامه شیرین عسل بود. برند کافی هم استفاده می‌کنیم. خب از این پودر کاکائو رو روش میریزیم برای خوشگلی. لابلای لایه ها میشد ریز؟ نه لازم نه. چرا پودر کاکائو اینجوریه؟ تا حالا بچه شما دیده بودید لای کتاب مثلا پودر دو تا کاغذ گذاشته وسطش پودر کاکائوه. توی کامنت ها مثلا بنویسید که همچین پودر کاکائویی تا حالا دیده بودید واقعا. یهو ریخ واسه خودش. اونجا ریخ زیاد ریخ. بذار من نشونه بچه‌ها بدم ببینم. بسته بچه‌ها. پول نخواهید ببینید چجوری میسازن اینا رو. پولتون کسی نه. خب بچه‌ها این از ببین اصلا یه تیرامیسو تیکه اصلا ما. یه تیکه اصلا معلوم نیست. این از تیرامیسوی ما. حالا امیدوارم که دوست داشته باشین. میذاریمش توی یخچال یه چند ساعت بمونه بعد میایم با هم دیگه تستش میکنیم. فعلا خداحافظ. سلام مجدد بچه‌ها. این تیرامیسو رو گذاشت توی یخچال چند ساعت موندش. حالا اومدیم با هم دیگه تستش کنیم ببینیم چه مزه‌ای شده. خب چیکار کنیم الان بعد این تیرامیسو رو یه تستی بزنیم ببینیم چی شد. خب این تستش کنیم بچه‌ها. اگه بخواد بهتر از این بشه میتونید یه مقدار خامه صبحانه بهش اضافه کنین. حالا ما چون نداشتیم دیگه گرون‌تر هم میشه. این مدلی درستش کردیم. خب میخوای تو اول تست کن ببین نظرت چیه. چرا اول تو چیزی ریختی؟ اون بچه یکم مشکوکه. چرا من به اول نه اول از خودش تست کنم. نه اول تو تست کن ببینیم که نظرت. گفتی من شک کردم. خودت تست کن. بچه‌ها مطمئن شن. باشه خودم تست میکنم بچه‌ها ببینیم چه مزه‌ای شده. موتوش. به نظر من خیلی خوشمزه است مخصوصا کنار چای عالیه. اول چای رو خوب بخوریم. بچه نشونه دوربین ببینید. ببینید بافتش رو بچه ببینید اینجوری از گوشه لایه لایه است. این هم که اینجوری نظرت چیه؟ خوبه؟ یعنی چجوری اینجوری اوکیه اوکی بود تقریبا یه مقدار مزه آب نمیده حالا بذار تو بیادم واقعیت رو یه مقدار مزه آب غالب نیست نه خیلی خوشمزه است. بچه اصلش اینه که ما همیشه با خامه درستش با خامم یعنی خامم تو موادش میریختیم ولی حالا این دفعه نریختیم شاید به خاطر اونه. شاید چون شما راضی نیستید اینجوری شد.
الکی نگو. اگه مزه آب نمیداد عالی بود واقعا میگم. یه مقدار مزه آب چون سرد بود آبش. نه؟ ماستون مزه آب اصلا نمیده؟ نه. باشه خوشمزه است. حالا به عنوان یه دسر میبینید که بچه امیدوارم که شما هم درست کنید دوست داشته باشید، ولی شما به نظر من آره. بهش خامه اضافه کنید چون خامه مزهش رو واقعا بهتر میکنه. این هنوز انگار یه چیزی کم داره. حالا آره به به نظر منم نظر تو هم خامه باید اضافه بشه. آره اصلا آخرش نتیجهش عوض شد اصلا این کار. آره ما چون همیشه درستش می‌کردیم، حالا این دفعه خامه نریختیم ببینیم مثلا بدون خامه میتونیم یه چیز خوب در بیاریم. حالا متوسط شد نتیجهش، ولی امیدوارم که دوست داشته باشین. شاید هم راضی نبودید. بچه‌ها باید بگم که چند تا چیزی که حتما یادتون نره. یکی اولین چیز اینه که اگه خوشتون اومد ویدیو رو حتما لایک کنید. این کار باعث میشه که ویدیو رو یوتیوب به آدمای بیشتری نشون بده. کامنت هم بذارید واسمون. سابسکرایب کنید حتما که ویدیوهای بعدیمون رو طریق این فعال کردن زنگوله رو حتما بزنید تا ویدیو بعدیمون رو بهتون نشون بده. فقط همه اینا رو با هم دیگه باید انجام بدیم. تو هم می‌خوای نصیحتی اگه داری؟ آدم ویدیو رو دوست داشته باشین، برامون کامنت بذارید که چی چه سبک داشته باشن؟ دوست داشته باشین. تو آدم ویدیو رو دوست داشته باشید، کامنت بذارید برامون که چه سبک ویدیوهایی دوست دارید که براتون بسازیم. تایم ویدیو همون چقدر باشه؟ تایمش چقدر باشه؟ خب تا ویدیو هر چی تو بعدی ذهنتونه توی کامنت ها بنویسید ما انجام میدیم تا جایی که از دست اون بقیه انجام. خب یه حرفی نداری خدافظی کنیم از بچه‌ها تا ویدیو بعدی. خدافظ. خدافظ بچه‌ها. من این تا آخرش میکنم. خدافظ. خدافظ.